ببین با من چیکار کردی کثافت آشغال. اقبال پا قشنگه. خدا تعالی اسمت گوشم هم نخورده. در واقع من میخوام تماشاگر رو به فکر بندازم. یعنی فیلمی که ساخته شده فیلمی درسته که توی یک شرایط کنونی ساخته شده، اما برای آینده است، برای پسایی شرایطه، برای دیدی که از الان فکر کنن که چه خواهند کردش. آیا قراره که این چرخه خشونت ادامه پیدا کنه یا اینکه نه باید یک جایی قطع بشه؟ ولی اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن، ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم. من جعفر پناهی هستم، کارگردان فیلم یک تصادف ساده. میخوام به این وسیله شما رو دعوت کنم به دیدن فیلم در سینما. امیدوارم از دیدنش لذت ببرید.